ببخشید. سلام. اون آموزگارمه. شاید اومده بگه 1 به اضافه 1 چند میشه. تو برو تو ماشین. سلام. ببخشید داد زدم و دنبالتون دویدم. طوری نیست. آموزگار مری؟ بله من بانی استیونز. فرانک خوبی؟ فکر میکنم دخترتون مری نبوغ داشته باشه. امروز در ریاضی جواب یه مسئله نه لطفا. واقعا سوال سختی بود. آخه اون فقط یه دختر 7 ساله است. 7 سالو در اردوگاه کار نازیا گذرون تا سیستمی رو برای حل مسائل سریع گسترش بده. اما اون فقط 7 سالشه. خودم 8 سالگی یاد گرفتم. به نظر با استعداد میاد. یه زمانی اختراع اون محاسبه‌گر محبوبیت داشت، اما هنوزم با کمکش یه نوشیدنی برنده میشم. خوشحال شدم دیدمتون. بانی. فرانک. ببخشید. سلام. اون آموزگارمه. شاید اومده بگه 1 به اضافه 1 چند میشه. تو برو تو ماشین. سلام. ببخشید داد زدم و دنبالتون دویدم. طوری نیست. آموزگار مری؟ بله من بانی استیونز. فرانک خوبی؟ فکر میکنم دخترتون مری نبوغ داشته باشه. امروز در ریاضی جواب یه مسئله نه لطفا. واقعا سوال سختی بود. آخه اون فقط یه دختر 7 ساله است. 7 سالو در اردوگاه کار نازیا گذرون تا سیستمی رو برای حل مسائل سریع گسترش بده. اما اون فقط 7 سالشه. خودم 8 سالگی یاد گرفتم. به نظر با استعداد میاد. یه زمانی اختراع اون محاسبه‌گر محبوبیت داشت، اما هنوزم با کمکش یه نوشیدنی برنده میشم. خوشحال شدم دیدمتون. بانی. فرانک.